انسان‌ها در زندگی آرزوهای مختلفی دارند، اما بعد از تماشای ویدیوی امروزی ما شما فقط یک آرزو خواهید داشت که ای کاش می توانستم مثل این افراد خوششانس باشم. با خیال راحت بنشینید، زیرا این روز ما خوششانس ترین آدم های روی زمین را برای شما آورده ایم. قبل از ادامه جهان ویدیو را لایک و سابسکرایب کنید. در آپریل 2023 در بلغارستان برخی از افراد از موتورسواری در جنگل لذت می بردند. در این مدت یکی از موتورسواران تعادل خود را از دست داد و روی زمین افتاد. حالا به محض افتادن خرس نشسته در چاله به او حمله کرد. موتورسوار خوششانس بود که دوستانش گاز موتور را فشار دادند و از سر و صدای آن خرس ترسیده فرار کرد. در اینجا اگر فرد تنها می بود، خرس چی بلایی بر سرش می آورد؟ می توانید حدس بزنید. این محترمه غرق در خیالات را ببینید که با چشمان بسته می خواست از جاده عبور کند، اما به سختی از چنگ مرگ نجات یافت. حالا درخواست جهان میدیا از شما این است که مثل این محترمه به احتیاط نباشید، زیرا همه مثل او خوششانس نیست. این داستان آلد نوول ادلونگ، پسر 18 ساله اندونزیایی است که شانس او تقریبا کل جهان را شگفت زده کرده است. در واقع در سپتامبر 2018 الدی به قصد ماهیگیری حدود 50 کیلومتر دور از خانه خود به دریا رفت و در آنجا لنگر انداخت و شروع کرد به ماهیگیری. برای لحظه همه چیز درست پیش می رفت. سپس وقت بادهای شدید شروع شد، لنگر شکست و قایق به میل باد شروع به حرکت کرد. اکنون الدی هزاران کیلومتر دور از ساحل در وسط اقیانوس قرار گرفته بود و بازگشت با قایق معمولی و بدون موتور برای او غیر ممکن بود. روزها و هفته ها گذشت. خانواده الدی امیدشان را از دست دادند که پسرشان دیگر بر نخواهد گشت. اما پس از 49 روز از گم شدن، الدی دید که ستاره شانس او می درخشد. امروز در واقع یک کشتی بزرگ از کنار قایق او عبور میکرد. افرادی موجود در کشتی قایق الدی را دیدند و او را نجات دادند. با شنیدن این تعجب خواهید کرد، جایی که الدی نجات داده شد گوام نام دارد که حدود 2700 کیلومتر با خانه‌اش فاصله دارد. الدی در این 49 روز تیشرت خود را خیس میکرد و از طریق آن آب دریا مینوشید تا میزان نمک در آن کاهش یابد. با شکستن قسمتی از قایق چوبی آتش روشن میکرد و ماهی‌ها را میپخت. علاوه بر این الدی میگوید در این 49 روز